بله ساختمون که نایجت یه بالش دادم، یه پتو، کیسه آشغال، یک ملافه تمیز، یه آب معدنی. هرچی آذوقه هم آوردیم جا گذاشتیم. فرشاد الان خیلی ناراحته. تصمیم همسایه چی برای خوردن نداری تو جیبت؟ آدم سی فرشاد میگه همسایه بالا سر تا نکن خوابم. راست میگه. پرده رو بکشم پایین بیام هیچی معلوم نیست. صبح میگیرم. خیلی سرده. هیچ دکمه گرمایشی هم نداره و ما داریم یخ میزنیم. اینم ویوزا. برو